سلام بر همه، شبتون بخیر. امیدوارم حال دلتون بسیار خوب باشه. امروز مهمان داریم. چه مهمان عزیزی، چه ستاره‌ای محبوب. مانی به به. از کجا اومده؟ از خومن. این همه را اومده اینجا میخوایم ویدیو بگیریم. 18 کیلومتر 18 کیلومتر. اون کسی نیست جز آقای مهران مرادی. سلام خوب هستی آقای نیوین؟ خوبی؟ سلامت باشی. فداتم. خوش اومدن. چه خوش اومدن. امروز اومدیم با یه ویدیو جدید. میخوام با داشبنی سلامت باشی. میخوام یه معجون توپ بسازیم، حالت مسی بگیریم و عشق کنیم و مثلا این میخوام آقای مس کنم بکنم و زمین ببر. چه کنم؟ خب بریم که داشته باشیم. خب ابتدا به یک کاسه یا یک ظرف و یک قاشق، حالا فرق نداره. قاشق مهمه. قاشق نه قاشق. خب لوازم مورد نیاز. از اول شروع میکنیم. پشمران آبقوره رو بده. آبقوره؟ آبقوره. آره آبقوره. اینم آبقوره. داریم زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. تو نمیدونی چه بلایی سر مشکل داری بینا. یا خدا پسر نیوزه. خب آبقوره رو حالا ظرفتون معلوم نیست چی میگه اصلا. ظرفتون حالا هر چقدر بود میریزیم به اندازه کافی. خب آبقوره نه این خب آبقوره بود. آب لیمون. آب لیمون. اینم آبقوره. دوباره زحمت میشه. آجی برشم بده بابا ریدی. یواش خب شربه ای خونم شلوارشو پر کرد از آب لیمون. خب نخوری میمیری. خب سرکه سیب. حالا نه دستم نمیرسه. اینه اون آبقوره است که بهم دادی. بده من. آتسو داره. عک بسر. Mamma mia, mamma stai tra caccella. خب اینم به اندازه کافی. دستسازه هرچی هست دستسازه کلا دستسازه این چیزی که دارم میسازم. بدون مواد نگهدارنده، بدون الکل اضافه، طبیعی کلا. زلال. آب لیمون زیاد شد. آب رو بده. آخی بریز. آری اینو بخوری یعنی 1-2 ساعت رو هوایی. یا من نمیدونم بنیامین هدفش از این ساخت این ضبط چیه. خب ویدیو چیه؟ یک ویدیو آموزشیه. آموزش بدی. آموزشیه دیگه داداش. از اون فیلم بگی. اون آبقوره است، اون سرکه سیب، اون آب لیموه دیگه. بده زردچوبه هم بده. آلیس خب آب لیمون. چیز زردچوبه. نه اول نمک. ماما میا ماما سیتا آنشلی نه. بله. آنشلی موهای. فلفل. اینهاش. نه این فلفل نیست، اون فلفل. حال نرم بنیامین، تو هم بهتر داری میری رو مخم. گاییدی ما رو. خوبه. حل. الان چیه؟ الان بهت میگم. خب اما اینو میچشیم. موقعی هر موادی که هر میافته برین خب یه بار امتحان میکنه. آره نترسید نمیرید. اونم بده. اسمش چیه؟ خب به این بگو اسمش چیه؟ واسه اینه اسم چیه؟ پری. بودره دارچین. البته جاش بودره دارچین توش نمیدونم چیه. خیلی ممنون. زردی چوبه. چوب زرده. آره تو معنی کن برام. آره میکنیم قاطی. یه لحظه وایسا.
اب نه. خب. نمیچشی؟ بچشم بچش. فقط نمیره نه. همینجوش استخونی هستن. چیز روالیه. چیز روالیه در هر صورت. اش کردی؟ اش کردی؟ تهیه مصرف. ببخشید تهیه نوشیدن. تهیه نوشیدن. آب لیمو، آب قوره، سرکه سیب، اون نمیدونم اسم اونو. بگو مواد اولیه که مواد افزودی. اولیه. آفرین همین نوع که زبونم بود. آفرین. اینو فکر کن بنوشی کامل چی میشی؟ این آب لیمو اگه اینو کامل بخوری چی میشی؟ ها؟ کس میشه. من اینو میخورم فکر نکنید بخورش. خب بخورش دیگه. بله. میخورم فکر نکنید مثلا الکیه نگاه من هنوز داره گلیم مثلا میسوزه. چیزیه. همه چی خاره این. خب خوب شد. آره. حالا یک سورپرایزی هم داریم، بریم برای سورپرایز. سورپرایز چی؟ داشت مهران بگو میخوام چیکار کنیم. یه سورپرایز داریم. سورپرایز نیست البته. بچه یه دقیقه این خب با قیلون خیلی میشه. حالا بگو. بکشم. خب سورپرایز داریم. چه سورپرایزی؟ همینجوری سورپرایز همون کردی با همون خاک درصد. اونو میخوای مخلصی. این سورپرایز نیست در واقع. همه ملت میدونن. 2 تا از سلاطین رپ فارس رو میخوام یه تیکه از آهنگشون رو یه بریم. تیکه از آهنگشون رو بریم. یکی از آهنگای خفنش خیلی فیت هم هست. بریم. و بس دیگه خسته شدیم دیگه. خب آهنگ چیه؟ بعضی وقتا میری تو لک میذاری تو زف، یه سیدی تو بک، بعدش هم میری تو جمع. خب دیگه نخون. یه تا آخرش نمیرم. کلن 2-3 تا قطعه است. بریم آقا بنیامین. Let go. خب بعضی وقتا میری تو لک میذاری تو زف، یه سیدی تو بک، بعدش هم میری تو جمع. بهت میگن اینجا لاس وگاس نیست، نمیتونی مثل پاک شاخ و شاخشی. آها اما لباسم لش و بلند، حتی وقتی که دارم میخونم رپ و رومنس. چی؟ گاهی وقتی کسی پام به پام نی، یه پام ازم میگیره کام به کام بید. آه در همین حد تمومش میکنیم چون خیلی خفنه. نمیخوایم کپی رایت بخوره. دلیل خوبیه. آره بله دلیل خوبیه. خب دلیل خیلی ممنون که ویدیومون رو بچه یه قطعه زوم است دختر رو که نداره. زوم است. اینم به دلیل کپی رایته. آره اینم آفرین خوشم. خب خیلی ممنون که ویدیومون رو تا آخر دیدید. بنده معلوم نیست که میخوام یوتیوبر شم. دارم حسودی میکنم به این. مرجیگریش تو این ویدیو فقط من بودم. این هیچ کاری نکرد. قبول داری؟ بینندگان یه نظری بذارید. ما داریم اینجا زحمت میکشیم. آقا کی تو این ویدیو بیشتر حرف زد؟ کی بیشتر نظرتون رو بذارید آقا. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی هم برای ویدیو بعدی آماده باشید. کامنت ها رو برسونید به بالا. لایک سابسکرایب. خوشحال شدم. خوشحال شدیم دوستان. فعلا بای.